بچه یه تئوری بود توی ماینکرافت، من تو یوتیوب دیده بودم، فیلمش رو دیدم که یه خونه TNT میسازه، خیلی بزرگ، خیلی خیلی بزرگه. خب بعد توش اینطوری درست میکنی به سقفش رو، بعد یه دیوارم درست میکنی، بعدش میای اینو میزنی. الان من بهتون نشون میدم. فندکمونو بر میداریم. خیلی خوب، فندک بر 3 4 5 6 7 سیستم ترکید. بچه سیستم ترکید. یا ابوالفضل ترکید بچه، کل زمین ماینکرافت ترکید. یا ابوالفضل، یا ابوالفضل آقا همه چیه فضا ترکید کلن. خب حالا من یه چی میگم برگاتون بریزه. این همه چیز میز ترکید، آخرین ندر نترکید. تازه بازم میشه ساخت. این خیلی واقعی بود خدایی. دوست داشتم یه دونه دیگه هم بزنیم. 2 3 4 5 6 7 خب هنده 1 2 3 4 5 6 7 8. حالا میریم عقب. وای میترکونه. نکن بچه آدم زیر هر کدوم از اینا هیچی نیست. آخه من اینجا ماینکرافت رو درک نمیکنم. میری پایین بعد میخوره به زمین. آخه یعنی چی؟ نگاه کن. من دارم میرم بالا. آقا این تئوری واقعا خوب بود و جالب، خیلی خوب. اینم بهتر کنیم. یا ابوالفضل چقدر بد ترکون. خب آقا این استخر حال میده بسازی توش. آقا تا ویدیو بعدی خداحافظ. استخر پرم رو بهتون نشون میدم.